امروز اورتاکوی گردی داریم، براتون ویدیو بگیرم از جای خوشگلش که شما هم ببینید. بریم تا داشته باشید. ببخشید صدام یه خورده گرفته، انگار سرما خوردم، اما فقط در حد این بود که صدام گرفته. و اینکه الان که این فیلمو ادیت میکنم، این ویدیو رو اینجا دارم گوشوارم رو درست میکنم. خواستم بهتون این توضیح رو هم بدم. دقیقاً از این منظر شما میتونین اون طرف قسمت آسیایی رو ببینین، قسمت آسیایی استانبول. گفتم براتون یه خورده از این منطقه هم توضیح بدم. و دریای مرمره دیده میشه تو نقشه ترکیه هم که ببینین. این قسمت جزو دریای مرمره است که تنگه بوسفور معلومه. سلام علیکم. امروز توی اورتاکوی گردی داشتیم. گفتم براتون از جای خوشگل اینجا لب ساحلش پلش و اینو براتون بگیرم، چون بیشتر اوقات که می اومدم هیچ وقت ویدیو نمیگرفتم. از همین جهت گفتم این دفعه ویدیو بگیرم که دوستان عزیزی مثل شما رو دارم این دفعه تو کانالم بذارم که از بازارچش و اینا هم براتون بگیرم تا به جای خوشگل دیگهش برسیم. یه اومدیم اینجا نشستیم از این سیب زمینی ها بخوریم که اسمش کمپیره. بعد یعنی غذای معروف میآورده یا معروف تو اورتاکوی همین کومپیراست و از این بستنی ها و وافل ها و اینا. حالا براتون از جاهای خوشگلش میگیرم، با من همراه باشید. خب بیاین براتون یک کمی از تاریخچه اورتاکوی بگم که خودم عاشق این تاریخچه های شهرها و محله های مختلفم. اورتاکوی محبوب ترین و جذاب ترین محله تو استانبوله که تو قسمت اروپاییه و شهرستان بشیکتاش هم یعنی اورتاکوی جزو بشیکتاشه، محله بشیکتاش. همینطور اورتاکوی از جاذبه های تاریخی و دیدنی خیلی زیادی برخورداره که کاخ چران که خیلی از ایرانی‌ها بهش میگن چراغان، یا کاخ دولماباهچه، کلیسای ارمنیا و حمام تاریخی و اینها هم، و مسجد معروف اورتاکوی هم توش قرار داره که براتون نمایی از مسجد معروفم که خیلی واسه زمان عثمانی ها بوده ساخته شده بعدها مرمت شده رو هم داخل این ویدیو نشون میدم. Çok taktım vurdum dile acımı sardım sağlığımı dağıttım این پراداش مسخره. ama bil ki böyle rahatım öylesin. این قسمت تنگه بوسفور لب دریای محله اورتاکوی بعضی اوقات خیلی چیزای خوشگلی داره، همین بازارچه هاش. این الان کلاهای روسیه که خیلی گرم بود دیگه، چون الان دیگه آخرای زمستون بود من این ویدیو رو میگرفتم و چیزای خوشگلی تو این بازار میشه پیدا کرد که بیشتر برای توریستاست. خود ترکا هم گاهی میان سر میزنن و این محله رو میبینن. Bana gelir yine şüpheler gözleri deniz ama istersen ne der ya hiçbir yere yağmur yağmaz ama ona sel ya bu nasıl nefis bildiğin mucize eser ya bilemezsin içimde olur şu koca dert ya kurtulup at ya kafayı dağıt ya kim ne kabahat ya koy bana papatya rahatım öylesin خب گفتم براتون یه خورده هم از خودم تو آینه بگیرم و کوچه های اورتاکوی.
گفتم یه جای خوشگل اومدم براتون ویدیو بگیرم از اینجا. البته اینجا همیشه خوشگل بوده، اما موقع من ویدیو نمیگرفتم. گفتم الان براتون ویدیو بگیرم. اینجا ییلدیز پارکه. بعد از این براتون ویدیوها رو میذارم، حتما ببینید. حیف که از داخل کافش نگرفتم، یادم رفت دیگه. الان داریم برمیگردیم. حالا سریای دیگه براتون میگیرم. این بالا کافه خوشگلی داره. البته که پول معلقش هم بسته بودن. ایشالله دفعه دیگه از پول معلقش هم براتون میذارم. خب بیاین حالا در مورد کاخ ییلدیز براتون تاریخچه‌اش رو بگم که یه کاخی وجود داره تو این پارک ییلدیز که به اون کاخه میگفتن ییلدیز تو زمان عثمانی. از همین جهت هم ییلدیز هم یعنی ستاره به فارسی. به همین دلیل هم اسم پارک شده ییلدیز. قدیم فقط کاخنشینان میتونستن از این پارک استفاده کنن و برای عموم آزاد نبوده، چون دیوارهای بلندی هم داره و گلها و گیاهان متنوعی داره که از سراسر جهان جمع‌آوری شده و کاشته شده و خیلی ویو خیلی خوبی داره، نمای خیلی خوبی داره و تنگه بوسفور هم مشخصه از دور. خیلی ویوش قشنگه، 360 درجه است. یه جورایی گیاهای متنوعی هم داره. از همین جهت فقط برای کاخنشینا بوده. بعد دیگه زبونم گرفت دیگه، انقدر تاریخچه گفتم دیگه. 2 امارت هم توشه، چادر و مالتا، که برای استراحت و چای خوردن و اینها از قدیم بوده تا به الان، که الان هم آخر هفته ها و پیکنیک و اینها خیلی استفاده میکنن مردم ترکیه ازش. همین. Bilemezsin içimde olmuş şu koca dert ya. Kurtulup at ya, kafayı dağıt ya. Kim ne kabahat ya, koy bana papatya. Rahatım öylesine. Sonuçta görmem öylesini. Adı konsun öylesine. Sonuçta görmem öylesini. Görmem öylesini. Tamam geçer sandım yolumdaki solumdaki o خب این قسمت هم که برای عکاسی لوکیشن خیلی خوبیه، همه میان عکس بگیرن. اگر از ویدیو خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون